هنوز شروع نشده. من دیر رسیدم. برو گم شو. سری برو قهوه رو بگیر. واقعا بیادم. بودو. چه وضعشه خیر سر شهر بود 10 مغازه رو باز کنم. 11:30 من رفتم در مغازه برگشتم. احمقو نگاه ماشین روشن رو ول کرده رفته. مثلا باجی واقعا خره. واقعا ماشین روشنه. نگاه. نمیدونم میشنوی جانم ول که حاجی واقعا خره. تو تهران ماشین روشن رو ول کرده وسط خیابون رفته. بعد تو به من نگفت که آقا حواست به ماشین باشه. چی باید بگم؟ من دقیقاً چی باید بگم؟ مثلا امروز قراره اسیستنت من باشه. چه به درد میخوره؟ حاجی ساعت 11:30. این 10 قرار بود مغازه رو باز کن. من دیر رسیدم. چرا؟ متین چه جوری؟ این ویدیو چه ویدیویی میخواد بشه؟ بریم سکانس بعد. من نمیخوام. من عصبیام. مردی. چرا 3 تا کار؟ برو یه هولر بگیر. یعنی تو انقدر شعور نداری که 3 تا کارامل ماکیاتو رو الان بخوایم ببریم با هولر داشته باشیم؟ احمق. من عقده ایم که محمد من نگفتی اوپالا. اصلا به تو متین حیوان چیه؟ چرا داری پشتم آفتاب سوخته شده. اونه به روایت تاثیر یه قطره از اون بریزه جرت میدم. مرسی همشو ریختی. دیگه نمی‌خوام. پورت کن اونو بخور دیگه. وایس. الان باید پای من نوچ بشه تونه تو کارو. آفرین. کافی با کیفیت‌تر بخر. خفه شو کارتون. خب یکم آرامش. بعد از آرامش که فکر نکنم فقط کفشم ولی انصافا تمیز کردم. فقط یه دونه اول بودم. روت میشه حرف بزنی؟ آره. پولشو بزن. رسیدی اوپال میری ماشین رو پارک میکنی تو پارکینگ. یه بسته سیگار برای من میخری میای بالا. چیه؟ فکر کنم مثلا تو کانتنت نباید حرفو بزنم. بدو. یه گوشتم بود. بدو. نه تو برده نیستی داداش. تو رفیق رئیس برده. آقا فشنه تو ویدیو. خب بفهم. کجا نشستی اونجا جای بردهانی؟ باشو سری باش. باید انجام بده هر چی میگه. یه دقیقه باید. آره شما بیا ازم. استفاده کردیم حقوق داره میگیره $0 ماهی. بردهان مگه حقوق میدن؟ سریعا جارو رو از اونجا برمی‌داری. اون تیه. آفرین. برو بزن اون. ویدیو قبلی ها رو ندیدم. نه. آقا قهوه رو ریخت تو ماشین. تو وادارش کردی جمع کنه؟ بچه دیگه چیز دیدنی وجود نداره. حالا اگه میخواید لذت ببرید هنوز که نمی‌شناسید اصلا این چیه چه چنلیه قراره چی باشه چه ولاگی داره میذاره. این چه تو بدی. خب باید آشغالا رو بچین. جارو بزن بیار همه رو جلوی دهینم برو بذار سر جاش. آشغالش هم خالی کن توی نایلون پا. سری باش. ارزه نداره کار کنه. ولی خب اصلا ویدیو رو شروع نکردی نه؟ راجع به چیه این ویدیو؟ دهانت حمالی من. آره بچه. توی این 12 ساعت ایشون به عنوان اسیستنت برنده عزیزمون خراب شده پیکیته. قرار بزرگ بشیم. بالا هم. و قراره کونشو کاره. درست جارو بزن. این چه مدل جارو زدن؟ متین وجدانن جارو زدنم بلد نیستی؟ وایسی لاشیه. بیورده به روایت تصویر. این مغازه به بزرگی اینقدر تونست گیر بیاره. محمد فکر کنم مغازه قشنگ تمیز نشده. چیز کنم؟ آره قشنگ بذار تمیز کنه. نه قشنگ داداش. آره داداش. متین جان سری باش. اینجاها ببین اینجا هنو کثیفه. بفهم. نه ببین اصلا نباید این کارو کنم. ببین اول ویدیو تکلیفمو باهات مشخص میکنم. قرار اسیستنت باشی. هیچ غلطی قرار نیست غیر از این انجام. سری باش. جارو جونت بارزم جونت باره. ملت چنل یوتیوب میذارن ویدیوهای فلان میذارن آموزشی میذارن. تو احمق به عنوان اولین ویدیو اومدی اسیستنتی رو انتخاب کردی. بدو. اونجا کثیف نیست. اینجا گنگش شد. اون با لیست تمیز میشه. خب بچه‌ها میگیرم یه تا متین داره تیم میزنه من میرم قهوه‌مو در آرامش بدون وجود متین بخورم و منو فیلم میگیرم برگرده میگیره منو اصلا. آره بده من بقیه رو. به تو ربطی نداره تو کارتو انجام بده سری باش. ببین
یه شیشه آب اون پشته. حاجی تو داری کارمو سخت. چی گوهی داری میخوری مگه نمیگی متین؟ تیر بزن. یه شیشه آب اون پشته بردار. میخوام من بزنم. نه آقا شما نیست. مگه همین؟ اسیستنتی بگی بهش آره سریع کار انجام بده. بدو برو آبش کن. بدو آب خونه رو بلدی که. حاجی این اصلا به درد نمیخوره. بچه همین ذوق داره. اصلا نیست تا انجام نداره. ذوق چیه شبیه حلزون کار میکنه. من اصلا کارا رو درست انجام نمیده. ایده ها رو من نوشتم اونو بیا. تیک جارو ماساژ هی کثیف کردن. میاد هی میاد تو مغازه داره. تعظیم به مشتری میشه لاغر برم به ماساژ به بیارم؟ محض رسیدن به مغازه و خوش آمدگویی. یعنی ما الان میریم تی میزنیم میگیم ماساژ بده. تعظیم به مشتری و خوش آمدگویی سنگین. برم 2 تا مشتری بیارم. میاریم حالا وای تا شب باش کار داریم. باد زدن حین خسته شیدن 1000 بار مغازه. هی میگم اونجا رو بده پایین هی میزنم پایین هی میزنم پایین. تمیز کردن کفشام. من واکس هم نزدم صبح چون خب شاید خدا رو گفتم شکر. شاید ممکنه هر خریدی داریم باید انجام بدیم. نهار حتی مثلا آره از این به بعدم دیگه 4 صداش میکنه. خودش حساب میکنه. چی؟ خودش حساب میکنه. قطعا باید. چرا 4 چی؟ هیچ خیلی 4 بزن سر اینجا. اوه آروم بریز پایین بریز میپاچه در دیوار. میگم بلد نیست کار کنه حاجی. همش هم فقط این زاویه رو داریم تو دوربین. احمق باید بیا اینور از اونور تی بزنی. بله جان یه دیلی با من که بفیره. خب بیا تو امروز طریف من باش. خب منم موقع اومد. حتی یه چی یادم رفت برون باید من به تو مگه نگفتم برو داکی برم سیگار بخورم. من دوست دارم سیگار یارو برو پایین سری سیگار بخور بیاد. جدی دارم میگم به من ربط نداره. میتونی بری طبقه پایین که من نمیبینم با آسانسور بریم. اینجا رو برو خلاص. این چقدر خره نکرد لاغل اینجا بره با آسانسور بره. پیششم چی میبینه؟ تو چشات میبینم که امروز خیلی کار واسه انجام دادم. اسکل خر. بگو بیاد برداره. احمق بگو بیاد خر. برداره. نه اونه که حالا اوکی. من بهت گفتم XS لایت تو نه XS مدل نگفتی. این تا حالا ندیده من چی میکشم. داغ همه چی داری میکشی. آره اون که خیلی بیشوری واسه همین حرف بده 1000 تا کار بده. بیا این پاکت رو. چرا من یه کاری میکنم که دوباره همون کارو دوباره کاری بکنم؟ بیا ببین این سری گوشتم بهت میدم تو راست بود. تو هم بیا باش برو این سری. خب ببین شما یه آسانسور اونجا داری. خب میری سوار اون میشی میری اینو پس میدی همونو میگیری میای خدمت شما. این دفعه تو راه ازش بگیر. چی گفتی چی بگیره که من حواسم باشه؟ XS لایت هوا گرمه اگر به درک کار داری کدوم؟ بگو برنامه این برنامه داره دهن مهدی سرویس کنه. البته صدای باد نمیدونم بعید میدونم بذاره بسیم. من میگم که یه کاری کنیم مهدی گفته تو خرج. خب یه مسابقه چیزی بذاریم که بدونیم برندش خودمونیم. من سرصبح یه تومن بهش بدهکار شدم به خاطر اینکه دیر کردم. خب لعنت. من میگم یه مسابقه بذاریم که بدونیم برندش خودمونیم. سر نهار نظرته؟ یعنی میگید نهار رو بدیم پای آه چی باشه؟ یا همبرگر باشه یا برنج. آره. ای اون برای منه 2 تا گرفتم یکیش برای منه. من پول دادم از جیب من نبخش. چهار اونو بنداز صدل آشقا بوده 4 اوه
بی احترامی کردم. ببین اینجوری کار کنی کلا میره تو هم. بی احترامی سنگین. احترام بذار، احترام بذار، تعظیم کن. بفرمایید. آفرین. متین جان کارتش هم بکش. بله؟ کارت بکش. بکش. قرار بود ولی کال بکشی از من، نه اینکه من کال بکشم. بهت میاد. حتما ویدیو رو این زیپش بچه کامرا منم یک جور دیلی داره، میدونی؟ مثلا میگیم این ورو بگیر این ورو نمیگیره، نمیدونم چرا. ایوس این همه داشتم میگرفتم چرت نگو. چقدر شد؟ شد 1200 یه خورده داریم. میتونم فراموش کنم اون همه داستانو. خدا نگهدار. سری باش. ای خدا بودو چه ویدیو بچه شیرتم قشنگه بایستی گرفتم ازش. کارو بگی فقط شروع کردیم. داره ولشیم خب گفتم نگاه. یه ذره کفش شدی کسی ببین. میخوای یه 10 دقیقه بهش استراحت بدیم؟ آره در استراحت. یه 10 دقیقه ما بریم بیایم این بچه برو بخواه کاشمیتی سفره پسر پاشو اینا رو جمع کن ببینم من خودم چی تعریف اینجوری؟ کنم از صفحه دارید نار بهمون دادی. پاشو بابا پاشو تا فوش ندن تو ویدیو پاشو از صبح تا حالا ریدی البته تو بگو زندگی که ما. یه ویدیو دیگه داشتی. صدام نمیاد اون میکروفونو بده یعنی از صبح ریده یارو تو زندگی ما پاشو گم شو جمع کن اینا رو ببینم پاشو دیگه گرفته نشسته اونجا چی ماساژمون هم نداد. آره حالا اونم الان میگیرم بدو با کفشمون هم باکس نداد. چی آقا کفشمون هم باکس نداد.